من یه چیز بگم، من 24 سال دارم بازی میکنم ورزش، از سال 1380، یعنی از اون موقعی که این ورزش مجوز گرفته بهم نمیاد. معمولا آدمایی که موفقن هیچ وقت ایونت نرفتن، مثلا منم هیچ وقت ایونت نرفتم. حاجی انقدر پاکتش تنگه و با لگد بزنی توپ بیفته. الان کانال بدترین کانال چقدر پول نمیاره؟ آی ننه من غریبم، من رفتم دنبال یوتیوب و تو بدترین حالت ممکن یوتیوب به من پول داد، مزه کرد به من و تا تهش رفتم و دیدم این کار ارزشمنده. همین اصلا خنده دار میشه. تو منتظر نیما صبح بلند شه ویدیوشو تو توالت بذاره دوربین بیرون، بعد صدای گوز بیاد بگه اه. شاید باورت نشه ولی یوتیوب منو نجات داد. من اصلا دقیقا میتونم یه کانال بزنم بگم با سهیل اقتصادی با دخترش، بعد یه کانال بزنم سهیل اقتصادی با پسرش، بعد تازه پسرشو مثلا میتونم بزنم پسر ناتنی که یه دونه جوم تویستم بهش بدم که او یکیش نیست یکیش هست، بعد یه دونه کانال بزنم خانواده، هر وقت با همین بذارم واقعا هم روزی 10 دقیقه از این 10 دقیقه از اون 10 دقیقه همه میتونن دیلی آپلود داشته باشن و بره جلو. دقیقاً. ولی من به خاطر تنبلی و ای جون I love you too. من به خاطر تنبلی و حال و هول کردن نمی کنم این کارو. میدونی کی میکنن این کارو سوهل؟ اولین بار مزه پول بره زیر دندونشون، چون تا حالا درآمد نداشتن از یوتیوب، هم میگن الکیه، فیکه، فلانه، بیسانه، اله بله. ولی سوهل اگه حرف تموم شده بذار یه چیز خوب به مخاطبات بگم که اولا که اینو بهت بگم، من وحشتناک شکست خوردم. ببین چون همه آدمی هم موفقیتاشون میگه، من خیلی کانال یوتیوب دارم ترکیده، من خیلی کانال داشتم که با سر خوردم زمین، ولی برای من خوبیش این بود که کلی چیز ازش یاد گرفتم. اون کانالام که شکست خورد اوکی و اونا به من درس داد. یکی این مسئله، یعنی منتظر آماده شکست خوردن باشید، ولی من بچه پررو بودم، من هی شکست میخوردم مینوشتم اینو یاد گرفتم کانال بعدی، چون میدونستم این حالا این نگرفت بعدی که میگیره، بعدیش نگرفت، چون کانالای دیگه هم به درآمد رسیده بود، کانالای دیگه میزدم شکست میخورد اوکی. و یکی بحث اینه، یکی بحث نیچ کار کردنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا همون موتوریه که بهت گفتم پشتش یه دونه دوربین 360 درجه بذار، یه کانال یوتیوب بعد بذاری فقط اون 360 درجه ها رو بره جلو، نباید هم اون پیکتو بذاری تو اونو بذاری تو این، مخاطب به دردش نمیخواد. حالا یه چیز دیگه هیچ وقت یادم نمیره، یه خانومی بود کار کیک میکرد سوهل، بعد کیکو یه جوری درست میکرد، حالا مثلا فرض کن مجسمه درست میکرد با کیک، حالا فرض کن کارتون بوده صورت بوده. سوهل من بار اول رفتم دیدم فکر کردم مجسم، یعنی عکسشو برام فرستاد، من فکر کردم عکسه، گفتم نه عکس کیکو بفرست، گفت نه این خود کیکه. انقدر خفن. بعد این به من میگفت 8 گرو 9 همه اجاره خونم فلانه بیسا. بعد ببین من همون لحظه اتفاقا خیلی جالب بود، روز قبلش داشتم توی بحث کیک یه سرچی میکردم درآمدا رو نگاه کنم ببینم قولاش کیان فلان بل این داستان ها. درآمد اون قولای مرحله آخرشون روی ببین چه عددیه، 400 کی در ماه. واو. 400,000 $. کسایی که بعد چی کاری که این میکرد دهیچ اونا رو میزد. میفهمم. بعد همه چی لم داره. بعد اینطوری نیست مثلا بگم برو کیک این کارو بکن، کلی قلق داره، یعنی اون همون به قول تو تصویر برداریه داستان داره. مثلا یه مثال دیگه ناخونکارا، آقا طرف خار مادر گردنش میاد جلو چشش، چقدر فکر می‌کنی ناخونکار میگیره سهیل ساعتی؟ نمیدونم، رنجشو دارم به حالا بسته کجای تهران داره این داستانا، از 250,000 تومنه تا تو اصلا بگی خوب بگیر من میگم 1,000,000. درسته؟ ولی همون کار بابا من میگم که خانوم شما داری کار ناخون میکنی، اونایی که هنرمندن خب کارهای خفن رو ناخون انجام میدن، نه اینکه یه دونه لاک بزنی یا نه. میگم ببین بیا با یه دست مصنوعی، مشتری هم نه نق میزنه نه قر میزنه، همون طرحی هم که خودت دوست داری بزن اوکی، یاد بده همونو تولید محتوا کن. نه یاد چی؟ یادش بگم ما اگر تو ایران داریم زندگی میکنیم باید 2 تا کانال داشته باشی، یه دونه برای خارجی ها یه دونه برای ایرانی ها. یعنی یه دونه ناخوندایی درست میکنی میتونه روش
یه دونه بی کلام باشه که فقط آهنگ بذاری، یه دونه روش حرف بزنی. این شد 2 کانال. ولی چی؟ میگه نه من باید برم نق مشتری رو بشنوم، برم اون کارا رو بکنم. مردم ما چی بهش میگن، کار یدی دوست دارن. حالا بذار یه باید مثال بره بزنم که اونجا براشون از اون جا پول بیفته. بگیره. یه مثال میزنم که برای بچه‌ها جا بیفته. این خیلی جالب گفتی. همین حرفی که الان دارید میزنید قشنگ دارم غر و درد تو حست میشنوم، چون که تو میگی اگر من وقت ارزه یادگیری هر چیزی دقیقاً. داشتم که من داشتم لاک دقیقاً. میزنم الان من اینو ترکونده بودم دادا، یا اون کیکر اگه من دقیقاً. میزنم این آشغالیه داره 400 تا میگیره، ما که راحت دیگه 600 تا میزنیم. من وقتی داشتم بیزنس های آنلاین رو راه مینداختم سال 2005 اینا، میرفتم توی مغازه میدیدم که یه جنسی رو که من اگه الان مثلا دارم بیرون میفروشن $80، من اگه اینو بتونم 60 در بیارم روی این سگ پول در میارم، میدیدم یارو تو مغازه هم یعنی یکی اومد بهش $40 فروخت صاحب مغازه، یا مثلا رسیدو میدیدم. بعد میگفتم خب این احمق صبح تا شب میاد اینجا میشینه که 3 نفر بیان ازش اینو بخرن $80. خب اولاق تو همینو بذار آنلاین بشین خونت بزن، آخر شب 20 تا فروختی کارم نکردی، اجارم نباید بدی. بس مغزم سود میکشی که چرا اینقدر آدم‌ها احمقن. چون میگفتم تو میری سر کار 8 ساعت، این نباید بری سر کار. تو واسه 3 تا فروش میری سر کار 8 ساعت، این 20 تا واسه میفروشه نری سر کار. چجوری اگه واسه 3 تا داری خودتو میکشی واسه 20 تا خودتو جر نمیدی؟ حالا تو جالب‌تر هم بگم سوهل، الان شاید بینندت این سوالو بپرسه، میگی نیما همین مثال آخریه که برات زدم، میگی نیما تو میگی از درست کردن کیک خب میتونی به ماهی $400,000 برسی. شاید اینا تو حرف باشه برای مردم، عدد فلانه. اونایی که تو کار یوتیوب هستن میدونم من دارم در تو چه عدد ارقامی صحبت میکنم. 400 کی چی؟ بدون دردسر، بدون قر، بدون ادا، کش کف حسابت. اوکی. حالا الان سوال برای مخاطبات پیش میاد، کسایی که در این ویدیو رو نگاه میکنن، خب نیما تو که این همه راه حل بلدی، مثلا همین کیکه، چرا مثلا تو کار فیلم برداریشو ادیتشو نمی‌کنی اون خانم بیاد درست بکنه؟ استاپ. من هیچ وقت رو کاری که خودم بلد نیستم سرمایه گذاری نمی کنم. چرا؟ چون فردا اون خانومه مثلا میاد میگه من نامزد کردم. نه بابا دستشمون لای در. دستشمون لای در. چه میدونم من نامزد کردم، نامزدم گفته باید بشینی خونه. بعد میگم من این همه وقت گذاشتم، انرژی گذاشتم، یه نامزد دوزاری تو بیاد خراب بکنه. من خودم به شخص اینطوریم. ببین آقا مثلا الان امسال این کارو میخوام انجام بدم، مشاوره میدم به طرف، حتی شریکش هم میشم. یعنی ایده از من، ایده پردازی از من، همه کاری که از دستم برمیاد انجام بدم، ولی کاره رو انجام نمیدم به خاطر اینکه رو حواست، سرمایه گذاری رو حواست، و من وقتم خیلی با ارزشه که بخوام بیام یه کسی رو آپگرید بکنم بعد بسپارم حالا اون نیاد فلان شه بیسان شه. به درد نمیخوره این کار. ولی هر کاری که دارین انجام میدید، هر کاری شما کاملا میتونید تبدیلش بکنید به ویدیو، و اگر ایران داری کار میکنی حتما یه دونه برای خارجی‌ها درست کن، یه دونه برای ایرانی‌ها، چون به زودی تمام کانال‌های فارسی زبان درآمدشون صفر میشه به خاطر اینکه فیلتر یوتیوب، چون دیگه سخنگوی دولت گفته دیگه، در حد حرف محمد آقا اصغر آقا نیست، سخنگوی دولت گفته دیر یا زود داره و فیلتر حالا تلگرام فکر کنم هست، یوتیوبو برمی‌دارن، فیلتر یوتیوبو بردارن، درآمد تمام ایرانی‌ها صفر میشه. و من چرا بهت میگم خارجی داشته باش؟ روزی که این اتفاق افتاد دو دستی نزنی تو سرت بگه وای حالا چیکار کنم. اون موقع تو خیلی راحت ایرانی تو میذاری کنار و میری سراغ خارجیت. من دلیلی که کلا یوتیوب زدم به خاطر این بود که بتونم یه سری آدم‌ها رو کمک کنم به جای بهتر برسن. حالا این مثالی که تو زدی و خیلی دوستم روش یه فشاری بدم چون خیلی جالبه. کدوم؟ همین که میگی که من الان نمیتونم رو کسی دیگه برم کار کنم، وقتشو ندارم، دلم نمیاد بکنم یارو بپره این حرفا. من وقتی داشتم بیزنس جوهر خودمو میکردم، جنسام داشتم پشت ماشین میرفتم تو آمریکا، یه نقطه اینا رو ما میذاریم تو صندوق پست. من که میرفتم اونجا یه یارو دیگه با من میومد،
خب یه مرد پیرمرد می اومد و چینی بود. بعد ما با هم حرف می‌زدیم، هر روز هم هر سه شنبه و پنج شنبه هم دیگه رو می‌دیدیم. بعد من گفتم که تو چی میفروشی؟ گفت من پسرم، حالا قبل از اینکه اینو برم ببینم من کانتکت لنز میذارم. این کانتکت ها رو مغازه میفروخت $80. بعد یه جا اومده بود آنلاین یا کاسکو، یه جا اومده بود میتونستی بخری $40. خب من اونجا میگرفتم. یه روز رفتیم دکتره واسه دلیلی واسه عینک چیزی، من بگم که آقا اینا چنده؟ گفت $80. گفتم خب من اینا رو 40 میگیرم. اوکی میرم خودم آنلاین میگیرم. گفت اوکی من به تو 40 میدم. خب من از رو 40 گرفتم. بعد من همون موقع به خودم چیز کردم که چه ایده خوبی میشه، من بیام به این که به من 40 فروخته یعنی داره 30 میخره دیگه، من بیام بهش میگم دادا تو بیا این حاضری بیا قیمت خریدتو به من بگو، من یه دونه نه من برای تو 1000 تا از اینا رو $40 میفروشم. بعد 1000 تا $10 در میاری میشه $10,000. خب اینجوری هم بیشتر پول در میاریم اینا. بعد بین چیزا فکر کنم که خب من که الان خیلی سرم با کارم شلوغه، وقت ندارم یه چیزی دیگه الان باز کنم، کلی وقت زحمت بکشم، بعد پس از روز یارو بمیره نظرشو عوض کنه یا بگه نمیدونم ما همه چیزمون دست این یاروه. و من این کارو نکردم به خاطر این داستانا. حالا یکی دو سال میگذره دارم وایسادم دارم جنس میندازم با این آقا آشنا شدم، میگم تو چیه داستانه؟ میگه که آره من کانتکت لنز میفروشم، پسرم کانتکت لنز میفروشه. گفتم من 2 سال پیش همین ایده رو داشتم ولی نرفتم دنبالش. گفت که تموم شد. این پسر تمام کمپانیایی رو که کانتکت میفروشن رو بانکراپت کرده توی بی سی. همین پسری که من اونجا باباشو میدیدم. خب و الان تمام کل کانادا از این میخرن. این اومد جنسش رو کرد $40، بعد کرد $35. تمام آدما از بیزنس رفتن بیرون. انحصار برای خودش. انحصاری که بعد قیمتو الان برده بالا کرده $70. برگشت به همون قیمت اول، ولی هیچ کی نیست تو بازی، خودش تنهاییه. ولی این با هم شروع کردیم. یعنی من یه روز همین شانس جلوم بود، تو رده کاری منم بود، ولی من چون وقتشو نداشتم بهش نرسیدم یا نکردم. ولی اگه وقتشو داشتم یا کونشو داشتم یا بیشتر میدویدم، کمتر پارتی میکردم، کمتر میخوابیدم، میگفتم او یکی دیگه. من الان فقط داستان جوهرم نبود که کمپانی بود که به 4 میلیون رسیده بود، گفتم جوهرم 4 میلیون رسید، کانتکتم به 40 میلیون رسید، شورت زنونم به 700 میلیون رسید، اینم صفر. خب ولی من با هم یه دونه رفتم جلو، ریلکس کردم از این حرفا. و الان حرفی که تو داری میزنی همین، دنیای کانتنت، برین جلو، بکنین، نترسین و قاضی نباشین. بیشترین چیزی که میخوام بگم آقا قاضی نباش. من هر کاری به بابام میگفتم میگفت اگه اینجوری که همه میکردن. یه بار 25 سال پیش گفتم بابا بیا رستوران بزنیم توش با مردم بیادب باشیم. گفت وا یعنی چی؟ گفتم آخه اینجا خیلی همه چی مؤدب و اینا. بیا یارو میاد تو بهش فوش بدیم، منیو رو پرت کنیم رو زمین، بگیم برو گم شو، غذا میده اشتباه بیاریم غذا رو پرت کنیم، مثلا گاز بزنیم. فکر کنم داریم اینا اینا همچین رستورانی انقدر معروف شده مثلا باور نمی‌کنی. بعد پرت میکنه غذا رو جلوت. بابا منو مسخره کرد، گفتش که میخواد چکم بزن تو صورتشون. گفتم نه اون دیگه میشه اسات، میتونی واسش بری زندان. اون داشت منو مسخره میکرد، من خیلی داشتم جدی بهش فکر میکردم. بعد از حرف من 20 سال بعد یکی میاد این کارو میزنه، یه همچین رستورانی میزنه. الان تمام شهرها شعبه داره و به خاطر این داستان کیفیت بالاست. چون تو همه رستوران باید همه رو تربیت کنی اینطوری باشن. بعد یکی سرفه کرد داستان میشه. این میگه تو میگم منیو رو میندازه زمین، بعد 5 نفر این 2 تا میندازه زمین، میگه با هم دیگه شیر کنیم، میره. میدونی؟ به خاطر همین سرویس بالاست، چون تو انتظار نداری، همه خوشحالن، همه اون دارن میخندن فلان. اون یارو هم لازم نداره الکی با تو خوب باشه، میگه خاک بر سر اونجاست دیگه بابا، اونم ول کن دیگه، نمک چقدر نمک میخوری. و این باعث شده که هم اکسپریانس متفاوته، هم جالبه، هم همه خوشحالن، هم کارگر خوشحاله، هم مشتری خوشحاله، پولم دارن در میارن. همین ایده بابای من گفت ریدی توش. به کسی گوش ندین، قاضی هم نباشین. تو به هر کسی بری بگی من میخوام از چه میدونم توالت عکس بگیرم به هر روز بذارم، میگن دیوانه ای. ولی یکی از این کارو میکنه میلیون به در میاره. بفرما. مربوط به همین کار اقتصاد این داستانا میشه. من جواب این سوالو واقعا نمیدونم.
آقا یه شخصی شما همین الان سهیل میاد یه رستوران میزنه، پول و سرمایه‌اشو داره، مثلا تهران در نظر بگیر، اوکی، شمال میزنه میگیره، اوکیه، پولش هم داری، جنوبم میزنی، شرقم میزنی، غربم میزنی. این کاری ندارم، تابلو فروختن ما کاری ندارم، خب خودت داری میزنی. اینکه تو نمایندگی میدی به یکی دیگه نه، خودت. اوکی، من همیشه میگم که این کار اشتباه محضه، به خاطر اینکه با سر میخوری زمین. هر زوری داری بذار روی همون مثال قدیمی دارم میگم همون مغازهه و هر چی بلدی رو همون کار بکن. بهترین چیز هم تو 4 قسمت میشی، چون با کله میزننت زمین. خب همون کارمندات چون کارشون درست انجام نمیدن. من یه سوال دارم، میخوام در ابعاد بزرگ بزنم آقا، و دارم خودم حساب میکنم، میگم ببین تو چون 7 10 تا یوتیوب داری، فلان بیسا اینا داری، از 6 صبح تا 12 شبت پره. سوالم اینه چطوری افرادی مثل ایلان ماسک، طرف 200 تا 300 تا شرکت داره، خب در طی روز فقط با مدیرهای این شرکت ها یه سلام بکنه، خب روزش پر میشه. این چطوری اینا رو هندل میکنه؟ این خیلی برای من سواله. جواب چیزش شوخیه، ولی نه که شوخیه، جوابش جدیه، ولی واقعا هست به سختی. یعنی فقط یارو داره به همه چی 24 ساعته فکر میکنه، حواسش به همه جا هست، مغزشو خب از مغز آدم. کارهای مهم، کارهای بزرگ، مثلا تو یه موشک میخواد بره هوا، چقدر دکتر، مهندس، فلان، جلسه اونجا دیگه، میدونی صحبت از چه میدونم $1,000,000 هر یه دونه موشکی که میخواد بره هوا. اوکی، این فقط میرسه به اون جلسه، نمیدونم مثلا چه اتفاقی میفته. خودش یکی پرسید گفت چجوری میتونی؟ گفت کم میخوابم، مهمونی نمیرم، خوش نمیگذرونم، فقط دارم کار میکنم. مثلا تسلا تو این زندگی رو دوست داری؟ ببین مهم نیست من دوست دارم یا نه، مهم اینه که کسی که داره میکنه دوست داشته باشه. یه سری آدم اصلا وارن بافت دوست داره؟ آره عاشقشه. یا لاکار مونده دیگه کارش نمیشه. نه مریض خودش داره میکنه، کسی بهش نگفت. وقتی یه کمپانی زده تسلا داره $1,000,000 پول میاره، بعد رفته یه کمپانی دیگه زده، خودش داره این کارا رو میکنه، دوست داره کمپانی جدید بزنه. ولی من خیلی دوست دارم بدونم چطوری هندل میکنن، جدی دارم بهت. ببین این که از این که چقدر پول داره برای من جذاب‌تره که چطوری 300 تا 300 تا شرکتو میچرخونه. مثلا میمونه که بگی چجوری شکیل اونیل بدون که بپره توپو میکنه تو حلقه بسکتبال. شکیل اونیل چی؟ شک. آها خب سوال الان مثل اینه که بگی چجوری شک بدون اینکه بپره توپو میزنه توی حلقه بسکتبال بدون اینکه بپره، اینجوری میکنه. اون یه کاره، این 300 تا کاره. یه کاری که تو نمیتونی بکنی هیچ وقت، خودتو بکشی هم نمیتونی بکنی، ولی اون رد میشه میکنه. چرا؟ چون قدش بلنده. تو هم مغزت مثل مغز ایلان ماسک یا ایلان ماسکا نیست. من مغزم مثل ایلان ماسک نیست. اون یه دفعه یه رفیق داریم، مثلا میشینه جلوت، بعد بهش میگی گل رز، بعد یه دونه مداد ورم داره، بعد یه گل رز میکشه، اصلا نمیتونی باور کنی چه دیتیلی داره تو مثلا توی 8 دقیقه. بعد این دوستم من گفت سوی بیا اینو ببین پسر این کارو میکنه. نشستم بعد جلوم یه نقاشی کشید، من تو کردم بعد رفتم. بعد دوستم گفت چرا تو خیلی ایمپرس نشدی؟ چون تو میدونم همیشه چیزا واسه جالبه و اینا، چرا کف نکردی؟ گفتم کار خاصی نکرد. بعد خود پسرم براش عجیب شد و برگشت من نگاه کرد، چون هر جا میرم گفتم واو تو خدایی. گفتم ببین این کاری که این میکنه برای من و تو سخته، ولی اون کاری برای اون داره میکنه خیلی براش آسونه. این مغزش یه قدرت داره که یه عکس رو میتونه ببینه، وقتی عکس رو میبینه مداد رو دور این عکس داره میکشه. این هیچ گویی نخورد، مغزش که این قدرت داره این کارو میکنه. برای همین واسه من کار عجیبی نیست. اونی که ساعت میذاره 4 صبح بلند میشه 6 ساعت ورزش میکنه که به یه چیزی برسه، اون برام عجیبه. یعنی این باهاش اومده. شک چون قدش 2 متر و 20 وقتی وای میسته حلقه اینجاشه، خب میندازه توش. برای اون کار خاصی نیست، برای بقیه همه دنیا خاصه. حالا ایلان ماسک و ایلان ماسکا مغزشون یه جوریه که میتونه مثلا 2 تا 3 تا 10 تا 20 تا کارو با هم انجام بده. حالا یه ایلان ماسکی مغزش 7 تا میکشه، یه ایلان ماسکی مغزش 70 تا میکشه. اونی که 7 تا میکشه 7 تا کمپانی داره، اونی که 7 تا میکشه 70 تا کمپانی داره. هیچ وقت نمیتونه 71 برسه. اونی هم که 70 هیچ وقت نمیتونه به 8 برسه. من لیمیتم مثلا 2، تو لیمیت 3 7، هر کی لیمیتش یه چیزیه. کسی باید لیمیت خوش بره جلو. اکثریت آدما لیمیتشون یکه. هیستوری و شواهد هم نشون میده که وقتی آدم انسان با مغز اوریج
وقتی روی یک کار کلید میکنه احتمالی که خیلی موفق شه خیلی بیشتر تا وقتی که 2 تا میشه، چه برسه به 3 تا. این به نظر من اتفاقی برای من و تو خیلی خفنه، برای اون خیلی آسونه. اون صبح که خواب بلند میشه آری دقیقاً میدونه مثلا اکس باید کدوم موشک رو چیکار کنن، مشکلشون دفعه پیش چی بود، کجا ترکید، چرا ترکید، اون انجینیره بهش گفت مشکل چی بوده، این یکی گفته مشکل چی بوده، بعد فکر کنیم به نظر کدوم شده، از فکر کنیم واسه مشکلم باید حل کنن. آره دیگه مغزش اصلا روی این داره کار میکنه. اون صبح بالا میشه داره به اینا فکر میکنه که الان باید این کارو کنم، این کارو بکنم، اینا میخوام اونجوری باید برسه، ترامپ رو باید این کارو کنم، اکس رو باید این کارو بکنم، اسپیس اکس رو این کارو بکنم، تسلا اینجوری باید باشه، داره به همین چیز فکر میکنه. بعد مثلا وقتی یهو میاد 10 تا 12 تا خونه داشت، همشو گذاشت واسه فروش، همه رو گذاشت تو فروش، یه ماه هم فروخت و گفتم بعد بگم چرا فروختی؟ گفت وقت نداشتم به خونه ها فکر کنم، برام سردرد می آورد. یهو یکی زنگ میزد میگفت لوله ترکیده، یکی زنگ میزد میگفت باغبون نیومده، یکی زنگ میزد میگفت در گیتت باز نمیشه، یکی زنگ میزد میگفت تکس تو یاد رفته بدی. داستان داشتن، سقف این شده 10 تاشو عوض کنیم، الان استخرش رو زنم گنده تر میخواد. و هر کی داستان داشت، همه رو فروختم که با داستان. برای همین برام جالبه چطوری هندل میکنه، خیلی عجیبه. همین به خونه رو فروخته که وقتشون دیده نمیتونه، دیده الان به اون لولش رسیده، خب گفته اوکی من میخوام یه کمپانی دیگه بزنم، بذار خونه رو بدم بره خونه، اجاره میکنم خونه رفیقام میمونم، نمیخوام خونه. اونم لیمیتده، فقط برای من تو از پشت عجیبه، برای خودش کاملا نرماله. یعنی این یارو یه روز بلنش نتونه نمیکنه، جوری که مثلا میگه خب الان یه کار دیگه بکنم که نیما کف کنه، بگه او نومی هم زد. نه، یارو داره میکنه، یه فکری میکنه، خیلی موقع هم به گوه خوردن میفته، میگه چه اشتباهی کردم وسط اینو باز که مثلا وقت ندارم بهش برسم. اینا دیگه ما نمیبینیم، نمیشنویم، ما فقط موفقیت‌ها رو میبینیم. جوابت خیلی قانع کننده بود، جوابت کاملا درست و قانع کننده است، ولی با توجه به این جواب قانع کننده تویی که دادی باز هم عجیبه. آره خب نه دیگه، اون میگم ته خطه دیگه، یارو ته خطه، این واقعا ته خطه. کارهایی که میکنه مثلا پیپل، تسلا، بعد هیچ کدوم مال خودش نیست، این خیلی جالبه. یعنی چی؟ همش کمپانی یه نفر دیگه است، کمپانی یه نفر دیگه است، این وارد میشه بین سرطان میمونه، تمام کمپانی رو تک اوور میکنه، همه چی رو عوض میکنه اونجوری که فکر میکنه، ولی همیشه فکرش اشتباه بوده. این خیلی جالبه. مثلا میگم وقتی پیپل رو میسازه، یعنی پیپل که نمیسازه، پیپل رو وقتی جوین میکنه، این یک کمپانی داشته به اسم x.com، عاشق اکسه، یک کمپانی داشته به اسم x.com که میخواسته اینو بکنتش بزرگترین بانک. پیپل یک کمپانی بوده که فقط میخواسته پول بفرستی بین بد دوستا، دیگه با هیچی کار نداشته. بعد اکس ورشکست میشه، پیپل موفق میشه، اکس رو بیخیال میشه، میره تو پیپل اینوست میکنه. بعد به پیپل هم میگه بیاین بانک بشین، اونا بهش میگن ما نمیخوایم بانک بشیم. دقیقاً تو اون اکس رید به خاطر همین بود، چون تو میخوای یه عالمه کار بکنی، دولت‌ها میان تو داستان، بعد قانون میشه اصلا نمیشه. من میخوام سوال به من $20 بده به دست نیما، من نمیخوام ایشون تو داستان باشه، من میخوام اینو بیارم، این همچین سرویسی راحت باشه، این فقط روی این باشه، و اون موفق میشه. تسلا مال یه نفر دیگه بوده، یه ماشین درست کرده بوده، خوب میرفته، این میره میبینتش، میگه خب خوب فکر کردی، عضوش میشه، اینوست میکنه. بعد الان اصلا کسی 90% اصلا نمیدونه، فکر کنم تسلا اصلا خودش تو گاراژش درست کرده، ولی تسلا مال یه نفر دیگه بوده، اسمش هم اون گذاشته بوده، همه کارشو اون کرده بوده. تنها کمپانی که خودش از پایین ساخته به بالا اسپیس اکسه، توییتر هم که خریده باز مال یه نفر دیگه بوده، و دوباره میاد عوضش میکنه. خب میاد همیشه وارد کمپانی میشه، عوض میکنه، دوباره کارش اکس. آره عاشق اکس هم هست، به یه دلیل دیوونه اکسه، حالا هر چی که هستش اکس براش باحاله. ولی میگم این آدمیه که این لولش، یعنی اونقدری که همه فکر میکنیم خدا نیست اصلا، قابلیتش تو این نیستش که هر چی بهش میدی بهتره کنه. مثلا استیو جابز ریختی بود، استیو جابز تو هر کاری میذاشیش لامصب، اصلا یه کاری میکرد که هیچ عقلش نرسیده بود، فقط این عقلش میرسید. بعد میگفتیم اگه میشه تمام دنیا دارن اخراجش کردن از اپل. آره اصلا همین میفهمید، این پروفشه دیگه، از اپل میندازنش بیرون. بعد خیلی خیلی ناراحت میشه، چون که میگه که دهنتون سرویس کمپانی منه. از اون ور میره کمپانی دریم ورکس رو میخره، کمپانی رو میخره 30 میلیون، 2 سال توش کار میکنه. از کمپانی که بعد از 2 سال اپل شروع میکنه ورشکست شدن، اپل برمیگرده دنبالش، میگه آقا برگرد جون مادرت.
میگه اوکی برمیگردم، دریم ورکس رو میذاره میفروشه 300 میلیون، یعنی 2 سال کارش 270 میلیون کمپانی میبره بالا. شوخی نیستش. تو لول 30 میلیون تو کمپانی رو 2 برابر کنی خیلی جینیسی. کمپانی 30 میلیون بکنی 60 خیلی میلیون سنگینه. جلو زانو میزنن. این 30 میلیون کرده درسته. 300 میلیون وقتی که تو ناراحت بوده که دود من یه کمپانی ساختم، چون اون اپلی که اون موقع میدیده آیپد رو میدید، آیپد رو 1985 دیزاین کرده، روی کاغذ کشیدتش توضیح داده، گفته توش میتونی حساب بانکی تو بدی، با دوستات حرف بزنی، نمیدونسته چطوری قراره بری بانکی تو بدی، ولی همه رو نشسته بوده فکر کرد که این باید باشه و برسیم به این. خب اون اون اینجوری بود، اون تو هر چی میرفت جینیس میکرد و روز آخری هم که تو چیز بود همه گفتن آقا فقط کار کرده، نه خانواده‌اش ازش راضی بودن نه رفیقاش، همه میگفتن آدم عوضیه. اینو نمیدونم میدونی یا نه، توی آمریکا وقتی ماشین میخری تا 6 ماه میتونی پلاک نداشته باشی هر روز که ماشین میخری، چون که پلاکو میدی یه جا نامه میفرستی یه جا پر میکنی بعد اونا بعد با نامه بفرستن. میتونی ترددم بکنی؟ آره تا 6 ماه اگه پلیس رو بگیره کاغذش نشون میدی که آره من نشون دادم داره میاد. خب بعد استیو جابز هر 6 ماه ماشین نو میخریده، هیچ وقت رو ماشیناش پلاک ننوشته که هر چقدر می‌خواسته تون بره که اگه چراغ قرمز رو رد میکنه ازش عکس بگیرن نتونن بفهمن کیه. این کلا اصلا مریض جینیس بود، تو همه کارش جینیس بوده. حالا من یه تریک یاد میدم برای عکس ایرانی. نه میدم گندشو در نیارین جون من. آقا برعکسی که توی آمریکا و کانادا زندگی میکنن، وقتی میرین ماشین بگیرین سعی کنین پلاکتون حتما توش یا 0 داشته باشه یا او. چرا؟ چون خیلی جا که میری پارک میکنی پارکینگ وقتیه، 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت بیشتر نمیتونی پارک بکنی. وقتی ماشین توش 0 داشته باشه تو میتونی ماشین تو یه دفعه به اسم مثلا اگه شما مثلا LL0 LL تو میزنی LL 0 LL بعد تو همون اپ ماشین تو یه بار دیگه سیو میکنی به اسم LL O LL. اون یارو که میاد ماشین چک میکنه اون نمیفهمه اینجا او یا 0. خیلی شبیه همه، اگرم بفهمه میگه این احمقه، اونجا نمیشه او فکر کرده 0. و وقتی من اینجا ماشین پارک میکنم میزنم 2 ساعت اول میزنم با 2 ساعت که پر میشه 0 رو پارک میکنم واسه 2 ساعت دیگه. بعد قانون میگه اگر یه جایی که 2 ساعته 2 ساعت پارک نکنی دوباره میتونی به 2 ساعت پارک کنی، بعد که 2 ساعت میشه دوباره برمیگردم ماشین اولیه. من نشستم جدا، حالا همه دارن میرن پایین ماشینشون رو عوض میکنن، اینا من نشستم اینجا دارم میزنم. میخواستم اگه کسی خواسته با پلاکش استفاده کنه واسه پارکینگ لیمیت رو برداره. سوال یه چیزم بگم در آخر پادکست، اونم اینه که یه بار خیلی سال پیش با یک وکیل پایه دادگستری داشتم صحبت می‌کردم، یه پیرمرد خیلی پخته و جا افتاده بود، همینطوری به شوخی من بهش گفتم آقا فلانی ما چرا هر کاری میکنیم نمیشه؟ یه جمله به من گفته هنوز گوشه ذهنم هست، برای بچه‌هایی که تلاش میکنن و کار میکنن. یه جملهش این بود به من، گفت همه تلاشتو نکردی. این جمله رو به من گفت من پاچیدم. یه بار با خودتون خلوت بکنید ببینید تمام زور شما اینی هستش که تو کار گذاشتید. همین. یعنی بریم بشیم بگیم این 100 شماست. اوکی داریم سوال میپرسیم دیگه. مثلا اون موقع سهیل رو در نظر بگی داشت کار میکرد. سهیل داری 1 میلیون مثال دارم میگم 1 میلیون تو ماه میفروشی، این 100 توه. ولی ایها سهیل به خودش میگفت نیما راستش اگه بخوای 100 من 5 میلیونه. حالا داستان ما هم همینه، خیلی آدما میرن سر کار سختی هم دارن میکشن و اتفاقی براشون نمیافته، ولی چقدر با خودشون خلوت نمیکنن که این 100 ماست، این چند ماست که ما ناراضی هستیم از کار. و اینم بهت بگم در آخر یه دونه از همین مراجعه کننده ها به من کار نقاشی میکرد. قرش چی بود به من؟ سهیل نقاش بود، نقاش خفن. قرش به من نیما بعد پول میدن، سفارش های عجیب غریب میدن، کسی تابلوهامو نمیخره. وای منو میگی؟ داشتم با چوب میزنم تو سر خودم، گفتم بابا تو وقتی چیزی به نام یوتیوب، تیک تاک، فیسبوک هست، اوکی تو هر چی دوست داری برو بکش ازش ویدیو تهیه بکن، ویدیوش پول در بیار، اون تابلو رو هم بذار گوشه خونت، یا از طریق همون یوتیوب و اینستاگرام ازت میخرن، اوکی، یا نفروختی دیگه پول عشقتو دادی دیگه، بذار تابلو رو کنار،
این همه آدم ببینن یه نفر تابلو تو رو نمیخواد. بعد تو تابلوت مثال میگم الان 1 میلیونه، ولی موقعی که معروفشی اون تابلو میشه 10 میلیون اتوماتیک وار. ولی گیرش این بود من پول ندارم، کار به درد نخوریه و همون داستان کیک و این داستان ها. یه دونه من نوعی بگو بگم تماشا حرفه. من نوعی فقط تو دانس ایده پردازیش میرم، ولی هیچ وقت روی این آدما سرمایه گذاری نمیکنم، چون در کسی از ثانیه میتونه یه مشکلی براشون پیش بیاد و بکشن زیر همه زحمت ها. نه آره یه دونه یارو بود، نه همین نقاش بود، بعد میگفت من نقاشیامو بین $250 تا $500 میفروختم اگه میتونستم و بشکم میزدم دیگه. بعد نقاشی میکشید پراکورکت بریزا. بعد یه روز تولد دریک تو تورنتو، بعد آدرس خونه‌شو پیدا میکنه، یه نقاشی ازش میکشه. میگه کلام قمارای رولت دریکو دیدی؟ آره وای خیلی وحشی. وای چون تو خود رولت بازی میکنی ها گفتم خیلی وحشی اون. بعد میره در خونه دریک، اسمشو خب میدونسته اسم بابای دریک هم در میاره که کیه، مثلا محمد. بعد وقتی میرسه دم در، سکیوریتی که میبینه این عکس‌ها نشون میده، میگه محمد منو فرستاده گفته دریکو با این سورپرایز کنم، دریک کجاست؟ یارو اینو که میشنوه میگه دریک اونجاست، میبرتش تو. این میره تو دیگه، به دریک نمیگه من به اون یارو گفتم بابات اومدم، میگه سلام من فقط اومدم بگم عرض ادب کنم، خواستم اینو به تو کادو بدم. دریک هم اینو نگاه میکنه و میگه واو چه خفن، اینا همونجا داشت عکس میگیره میذاره رو اینستاگرامش، میگه مثلا این آرتیست خفنیه. 2 نفر همونجا بهش میگن که اگه بخوای ما رو بکشی چند؟ یه خورده این من نگاه کردم گفتم $1000. اوکی برای من بکش. میگه همون 2 نفر $1000 بهم دادن. بعد میگه یه خورده دیگه اومدم دم در، یکی دیگه اومد گفت آقا نقاشت تو کشیدی چند میگیری؟ میگه گفتم 5 تا. میگه اونم گفت اوکی. میگه اومدم دم در به یارو گفتم چند میگیری؟ گفتم 10 تا. میگه خلاصه دیگه الان نقاشیمو دونه $100,000 $500,000 میفروشم و توی 10 ماه گذشته $17 میلیون فروش داشتم. ولی همش از اون شروع شد، اونی که 100% رو گذاشت. آقا من میخوام برم به دریک نقاشیشو بدم دیگه، این ته خطمه دیگه، من اگه نتونم، اونه که 100 رو گذاشت. 1000 تا نقاش هستش که میتونست نقاشی از اون بکشه، شاید یه خورده بدتر شاید یه خورده بهتر، ولی این کار، اینی که بری خونه یارو پیدا کنی، بری تو اون محله وایسی آمار بگی تولدش کیه، بدونی تولد میندازه هر سال، بلند شی بری اسم بابا رو بگی یارو در برات باز کنه، میدونی خیلی نشال و اینا، خیلی کار ساده ای انجام داده، کار شاقی نکرده، ولی ببینید چیکار کرده. و الان میگم تو 1 سال 17 میلیون در آورد، میتونه تا آخر عمرش دیگه کار نکنه و همین به خاطر نون یه سال خوره. این نوش جونش. نه واقعا نوش جونش. تکون بخور آقا، تکون بده، تکون ندی هیچ چی به تکون نمیده. دمتون گرم. جاکس.